اگر این حرکت را بلد نباشی، ویدیوی ای آیت آماتوری هست. 90% ویدیوهای هوش مصنوعی به این دلیل ضعیفند. با همین 7 حرکت ویدیویت سینمایی می شود. حرکت اول استاتیک شد. کامرا ثابت است و هیچ حرکتی ندارد. برای معرفی صحنه یا تمرکز کامل روی سوژه استفاده می شود. دوم، پین، چرخش کامرا به چپ یا راست برای نشان دادن فضا یا دنبال کردن حرکت افقی. سوم، تایل، چرخش کامرا به بالا یا پایین برای نشان دادن قد، ارتفاع یا جزئیات عمودی. زومن، نزدیک نمایی یا لنز، توجه را از فضا به جزئیات سوژه میبرد. دولی ان، حرکت واقعی کامرا به جلو، حس حضور و عمق سینمایی ایجاد می کند. تراکینگ شوت، کامرا همراه سوژه حرکت می کند، حرکت طبیعی و روان می سازد. آربیت شوت، کامرا به آرامی دور سوژه می چرخد، نمای نمایشی و تأکیدی ایجاد می کند. اگر فقط این 7 حرکت را درست استفاده کنی، 80% ویدیوهای ای آیت از نظر کیفیت جلو می افتد. اگر می خواهی ویدیوی هوش مصنوعی حرفه‌ای شود، این ویدیو را ذخیره کن و تمرینش کن. اگر حرکت های بیشتری می خواهید، در کامنت بنویسید.